سلام مجدد دوستان گل و گلابی من. امیدوارم که هر جای جهان هستید حال تک تکتون خوب باشه و همیشه خبرهای خوش در راه باشه و لایک و ساب و کامنت یادتون نره. حتما لایک کنید. اصلا وضع حمایت داغون صفر. داغون چی؟ صفر. اصلا هیچی. من انگار ویدیو دارم میذارم واسه هیچی هست. این ویدیو رو میذاریم. اگه این ویدیو خوب بازدید گرفت که گرفت ادامه میدیم، اگه نگرفت ما میریم سمت کانتنت ماینکرافت. مجبوریم دیگه بریم دیگه. امیدوارم که خوشتون بیاد از این ویدیو. حتما نظرت داخل کامنت ها هم بگیم. بزن برسونی چه هم میزنی. اجازه است. دورو به ما نمیخوری اصلا. نمیدونم که دورو در قفل نیست. ولی دیگه خیلی اینا ضعیف شدن دیگه. احساس میکنم یا اینا خیلی ضعیفن یا خیلی قویه. برو گم شما بردیم. جون داره میده. چقدر تیر دارم. غنی هم بابا چرا اینقدر دستش میلرزه الان؟ یکی دیگه سیاه. یکی دیگه هم داره میاد. اسکول تکبیر اسکول میزن. این نویزایی ایجاد میشه. من از شما معذرت میخوام. مادر من وای حاجی اینه دیگه بذار نپذیرم. از تیر دیگه به صورت کامل غنیه. کلید کجا رو مونده؟ بچه ها راستی اونی که نمیدونم حالا فهمیدین یا نه، اون باس فایته بود که میرقصید. باس فایته بود که میرقصید. بوکسور بود یا رو اون باگ بود بچه. باگ بود و آره دیگه. آجی این هشتشون خیلی زیاده. این هشتشون خیلی زیاده. تخم جن سمارایس به فنا رفت. اینجا دری بود که عقب‌تر بود بس. کلید مجدد. تخم جن ناوی. 2 تا کلید. یا علی چه خبره. با سرعت داره میاد. 2 تا هم داره میاد. ناموسن صدا پاگیریش کردین یا نه؟ 100% اینجا جامپ اسکیر دادیم. چی شد یه چیزی؟ برای چی الان طرف بیدار کردی؟ شرم داری؟
که باز شده. یکی چپم اینجا. ببین اینجا اگه بود تو واتساپ کنی بهتون الان میام. ببین راست اگه الان یکی بود تو واتساپ کن. سابو دیگه خلاصه ببین دیگه سابو دیگه خلاصه کاراشو بکنین دیگه. لطفا دوستان من ممنون میشم ازتون. تخمه جن با سرعت 300 کیلومتر در ثانیه میخوام بزنم. قدرت انگشت سریع نده عثمان، سریع نیا شرف. شما اصلا میسینگ نمیبینید چرا زیاد این بود. بس یه دونه توپ چه کنیم دیگه. هر باید میاد دیگه نمیذاشتی من بزنم بشید احمد. همین این همه از دور دویدی گفتم اینقدر دور گذاشتی یارو شد چی زیاده. بهشت آسفالت. تمام شد. نورمال اندینگ. چند تا اندینگ داره چی؟ بچه معنی کل این میشه که ریدین شما در واقع تمام تخمه رو نشکوندین و بس میبینیم هر کدوم بیدار شدم. اولی اچ پی اون رو به چخ داد. همه تون یه تیر میزنم. ارسی نیست از 6 رفیوزی سیاسی که ساده مردیم دیگه. زدم دوستاشونو بشمه نوبین که آجی سرعت. خب چی شد؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ باید برم الان باید برم داخل همون دری که اول سر رفتیم و تخمه شکسته نشده بود. بریم چه اتفاقی میفته. دوباره هم خب بچه من دیگه هر چقدر میگردم متاسفانه پیدا نمی کنم اندینگ دومو. اگه اندینگ دوم خواستین حتما بگین براتون بذارم. لایک و ساب و کامنت و حمایت یادتون نره. بوست به کلتون تا ویدیو بعدی که معلوم نیست چی هست. خدا نگهدار.